دگیر رسول خدا افتیدند. رسول خدا اینا را بیچاره را گرفت، یک تعداد زیاد از اینا را کشت. بعد از او یک تعدادشان هم اسیر گرفت. بازی‌ها را که اسیر گرفته بود و این کالای جانشان هم میگرفت. بازی‌ها را که اسیر گرفته بود، دمی کتاب میگه برای مردم مکه آوال رایی کرد، کسایی که بچهش بود، شویش بود، از دیگه بیادرش بود که خون بها میتین یا یارا بکشیم یا مفروشیمش به بردگی. محمد بردگی برده مفروخت. او بیچاره اگر یک کس یک 10 دینار داشت رایی کرد، یک کس یک شتر داشت، یک هرچی نفرای خدا بخرن. او کسایی را که کشتن، به ظلم کشتن، او علایده باقی نفرا را محمد سر فامیلای بیچارهشان که سالها بود که محمد راهشان چور میکرد و بسیار بیچاره شده بود. این افغانستان بعد از 40 سال جنگ کس همیل قدرت داره که بیادرش اختطاف کنی، دوزی کنی، بیای برات پیسه بتن؟ نه. اما محمد اما آخری لقمه نانشان هم از پیششان میگیره. این نمی جنگ ها و دوزی ها بود که مردم مکه را در زانو انداخت بیچاره را. از بس که گشنه شدن دیگه هیچ راه نیافتن، یا بالاخره آمدن کت محمد یک جای شدن. محمد هم دیگه کاروان قریش نماند. باز از امیجه بود که مردم قریش که تمام چیزایشان چور رفتید، بازی ها رفتن خانه یهودا را چور منداختن. او یا کافر هستن، خانه یهودا را چور، مردم یمن را چور انداختن. یعنی محمد تا که زنده بود مالای مردم دوزی کرد. اول از فامیلای خود، از کاکا شروع به چی کاکا و تمام مردم قریش. بعد از اون مردمایی که در اوجه غیش دیگه کا داشت، یک 2 تا شتر داشت تا یعنی ما برای شما گفتم میتونم که صدها فامیل بیچاره در دوره محمد از گشنگی جان دادن، به خاطر که تمام مالایشون واقعا زیاد چیز نداشت. یک 2 تا بز داشت، یک دانه شتر داشت. اگر موش میگرفتی او دیگر راه زندگی نداشت، میمردن. و مردم یهود یک ذره پیسه دار بود، مقبول هم بودن. زنایشان چور منداخت، مالایشان چور منداخت.